وابی کوثر کی روان افزاید صد بیسان مبارک آید. 45 سال مقدم استاد جورابک مرادов در صحنه قرقیزستان این سرود را پیشکش مخلصان کرده بود و امروز شاگردانش نیز آن را زمزمه میکنند. سال 2001 با قرار رئیس ولایت سوخت، مؤسسه دولتی انسامبل ششمقام خانون نوری خوجند تأسیس یافت که از آغاز تا این جانب استاد جورابک مرادов راهبری آن را به عهده دارند و به جوانان نازکی های ششمقام را می آموزانند. با واسطه کنکورس ما سرجم کردیم آوازخوان‌ها، هم دخترها هم پسرها هم نوازنده ها. بسیار یک اعضای حکماتی بسیار بقوت بود. از تمام گوشه کنار ولایت آمدن. ما هم بهترین های انتخاب کردیم و حقیقتا در 7 ماه ما برنامه اولین تیار کردیم. در روز 1150 سالگی دولتداری سامانیان. از نگاه استاد برای سراینده خوب بودن پیش از همه آواز خداداد داشتن و فهمیدن شعر بسیار مهم است. خودی صنعتکارا بسیارش خود ششمقام حال نمیفهمند. حالا بسیار با واسطه تلویزیون خفه نشم، من این گپا گفتم باز میگم. همه استاد ششمقام اعلام بکنم ممکن نیست. استاد ششمقام تا صادرخان حافظه، همین آخر آتش جلال، دامالله حلیم، حاجی عبدالعزیز، صادرخان انمین دیگر از همین طرف ششمقام استادان ششمقامدان ششمقام خان هستند. دیگر استادان ششمقام گذشتند. اینها استادان ششمقامدان و ششمقام خان با تشکر که از استادها از دل به دل گرفته آوردن، ما دوره ما رساندن. ما اکنون حال شرایطی که برای پیش بردن صنعت عالی جناب، همه ساحه تکنیک همه چیز اکنون وظیفه ما خدا خواهد اینا آینده آب رساندن. به نزد استاد از تمام مناطق ولایت جوانانی که میل به این صنعت بلند دارند آمده‌اند. آنها می‌خواهند میراثبر هنر گذشتگان خود باشند و به خلق و وطن خدمت ارزنده نمایند. ما جوانان قرضدار هستیم که این چیز از استادها یاد گیریم، باز به شاگردا آموزانیم. به اونها بسیار این یک وظیفه مقدس هم هست. باید آموزیم چون که میراث نیاگان ملت تاجیک است، چون که از نامش پیداست که ششمقام است. این به واسطه از نامش پیداست که مال ملت تاجیک است. در اینجا من ششمقام چی بوده گشت رو فهمیدم. تا حال فهمیده ایستادم. در آینده ما نیز وقتی که عنوان استادی را به خود میگیریم به شاگردان میرسانیم. برای خوب و دلنشین آفریدن سرود اسباب موسیقی نیز نقش بزرگ دارد، زیرا سرود از 2 قسم عبارت است: متن و آهنگ. استاد جورابک مرادов امید بران می‌بندد که از بین شاگردانش نابغه‌های صنعت تربیت می‌یابند و به مردم خدمت می‌کنند. گزارش فرزانه علیه و برهان جان برهانов.